رئال مادرید 2 الچه 2. متاسفانه یک بازی افتضاح دیگه از آقای ژابی آلونسو و بازیکناش دیدیم. واقعا حالمون گرفته شد، حالمون بد شد از بازی که دیشب دیدیم. بازی که عملاً مالکیتش نصف نصف بود. در کمال تعجب و آماری که اومده بود که قرار بود رئال مادرید بیش از 70% مالکیت زمین، مالکیت توپ و همینطور برنده بازی باشه از قبل، با یک فاجعه دیگه ما روبرو شدیم. خانم آقایون سلام، به چنل رئال مادرید مدیا خیلی خوش اومدید. میخوایم بریم بررسی کنیم که ببینیم دیشب چه اتفاقی افتاد بین تیم رئال مادرید و الچه. میایم از ابتدا بررسی کنیم که ترکیبی که آقای ژابی آلونسو چی بوده. من میخوام سر اصل مطلب برم. من روی 3 تا موضوع میخوام امروز صحبت بکنم. موضوع اول در مورد خود آقای ژابی آلونسو و نوع تاکتیکی که در واقع تو هر بازی داره میچینه. دوم بازیکن و سوم کادر مدیریتی که باشگاه رئال مادرید داره اداره میکنه. بریم ابتدا ببینیم که دقیقاً چه ترکیبی رو آقای ژابی آلونسو روانه میدون کرده و چه ترکیبی رو که ما دیروز در موردش صحبت کردیم میتونست روانه میدان بکنه. ترکیبی که ما میبینیم یک ترکیب 3-4-1-2 هستش که فکر میکنیم متفاوت تر از این ترکیب بخواد چیدمان بکنه. بازی رو اومده با 3 دفاع چیده و روی کردیم بوده که خب قرار من حمله کنم، گل بزنم و در واقع مهاجمین رو بیشتر تغذیه بکنم که نتیجه خوبی بگیرم که بتونم صدر جدول رو با حداقل 3 امتیاز در واقع حفظ بکنم، که ما دیدیم این اتفاق عملا نیفتاد. تیم آقای ژابی متاسفانه بذار حالا من ترکیب اول بهتون بگم. خب ما توی دروازه تیبو کورتوا رو گذاشتن که باز هم تا حدودی ناجی تیم شد، 2-3 تا توپو گرفت و سمت چپ کاررا، وسط هویسن و سمت راست میدون آسنسیو بود. جلوتر از آسنسیو سمت راست ترنت آرنولد رو گذاشت و کنار دستش آردا گولر و دنی سبایوس قرار گرفتن و سمت چپ هم فران گارسیا. نکته عجیب دقیقاً همینجاست که تو یه ترکیبی چیدی آقای ژابی که حالا تا همینجاش که متفاوت از 12 تا بازی قبلی لالیگا تو ترکیب چیدی. یعنی در واقع ما هر 12 بازی که تو لالیگا و هر 4 تا بازی که تو چمپیونز لیگ از تیم رئال مادرید دیدیم ترکیب متفاوتی بود، هم از لحاظ استراتژی بازی هم از نظر بازیگیری از بازیکن‌ها. واقعا تعجب میکنم که چطور مربی که بایر لورکوزن رو به اون خوبی مدیریت کرد اینجا داره اینقدر گاف میده. اصلا نمیتونم درک بکنم که چرا این اتفاق داره میفته. به هر حال شما تیمت 2 هفته استراحت داشته، 2 هفته فیفا دی بوده، بعضی از بازیکن زیادی هم حالا توی تیم‌های مختلف نداشتی و عمدتاً برزیلیا بودن، فرانسویات که عملاً مصدوم بودن و بازی نکردن، شوامنی، کاماوینگا و کیلیان امباپه زیاد بازی نکردن. اصلا اون دوتا که فکر کنم بازی نکردن و کیلیان امباپه هم فکر کنم یه بازی کرد و بعد حالا به خاطر اون مسئولیت عضلانی که روی مچ پاش داشت برگشت توی کمپ رئال مادرید و چیزی که ما عملاً دیدیم 1-2 هفته تو میتونستی قشنگ بشینی فکر کنی، برنامه‌ریزی کنی، 2 هفته وقت داشتی 12 تا بازی قبلی لالیگا تو نگاه کنی، به صورت خلاصه هم نگاه نمی‌کردی، 90 دقیقه می‌دیدی، تو 2 روز دیده بودی بازی‌ها رو، میتونستی با تیمت ارنج درستری بچینی. 4 تا بازی تو چمپیونز لیگ کردی، یکیشو باختی تو در واقع بازی آخر چمپ جلوی لیورپول، بازی قبلی جلوی مایورکا افتضاح بود، جلوی الچه دقیقاً همون اتفاق فکر کنم بدتر حتی رخ داد. من فرصت نکردم توی این فاصله برم بررسی کنم که دقیقاً عمل کرده توی بازی با مایورکا چی بود. توی این بازی رو خوب داریم بررسی می‌کنیم. من نمی‌تونم خیلی مقایسه کنم ولی از نظر چیزی که دیدیم ما فاجعه بود. یعنی هیچ نقطه مثبتی تو اون تیم من ندیدم که امروز بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. فقط می‌خوایم الان قُر بزنیم. وسط در مرکز خط حمله بیلینگهام قرار گرفته شد، در سمت راست رودریگو و در سمت چپ آقای کیلیان امباپه قرار گرفت. تقریبا میشه گفت حالا چیزی که اینجا امتیازاتی که داده و برخن نمیدونم رو چه حسابی دارن این امتیازا رو میدن. بالاترین امتیاز تیم رو خب جود بیلینگهام گرفت. جود بیلینگهامی که عملا سردرگم بود توی بازی و من نقش پررنگی ندیدم، با اینکه هم یه پاس گل داد هم یه گل زد، ولی عملا شاید این امتیازی که گرفته صرفا به خاطر همین پاس گل و گل باشه. نقش خودش رو ایفا کرد، یعنی اون وظیفه‌ای که داشت شاید انجام شد، ولی در کلیات بازی که ما می‌خواستیم یه تیم برنده داشته باشیم
اثری از جود بیلینگام نبود. نفر بعدی که امتیاز بالا گرفت باز به خاطر گلزنی که داشت دن هویسن بود که امتیاز 81 رو گرفت و بعد به ترتیب آرنولد و خب آرنولد 2 تا اثرگذاری غیر مستقیم تولید داشت که ما روی ضربات آرنولد به گل رسیدیم در نهایت و این در واقع اثر بخشی که داشت نمره 7-8 شد. ولی یک مشکلی که اینجا وجود داره و همچنان من معتقدم که دنی سبایوس به عنوان یک دفاع راست قابل اطمینان که رفت و برگشت خیلی خوبی داره با اینکه سنش بالا رفته ولی و مصدوم بوده، رباط داده و همچنان میتونه بعد از مصدومیت به نظرم گزینه اول تیم باشه اگر شرایط ایدئالی باشه و همچنان مصرم که این آدم جزو بهترین های تاریخ، اگر یک تاریخ نبوده جزو 5 تا حداقل 10 تای برتر تاریخ تو دفاع راست بوده. عملا آرنولد اون قدرت رو نداره که اون توانمندی که خودش تو لیورپول نشون میداد نمایش میداد توی رئال مادرید حداقل نتونست اون رو نشون بده که رفت و برگشت خوب میره جلو. تا حدودی الان بهتر شده بود سانس کردنش، خیلی وقتا واقعا من نمیدونم به کجا رو نشونه میگیره میزنه، عملا در برگشت مشکل داره، کمک به دفاعش ضعیفه و آنچنان که باید و شاید نتونست دفاع رو جمع کنه. و من دیروز گفتم تو اون ویدیوی پیشبازی که ما از وسط دفاعمون ضربه میخوریم و گلامون هم دقیقا همین اتفاق براش افتاد و ما از همین قسمت ضربه خوردیم. نکته عجیب دیگه که من میخواستم ابتدای ویدیو بهش اشاره کنم حضور فران گارسیاس، جایی که تقریبا قبلا وینیسیوس قرار میگرفته، یعنی وینگر چپ رفته وایستاده که حالا بره و برگره به دفاع کمک کنه. موقعیتی که وینیسیوس عملا انجام نمیده، ما دیدیم وینیسیوس نیمه دوم وارد زمین شد و متاسفانه نتونست اون دستاورد رو داشته باشه و این رفت و برگشت ها رو عملا آقای وینیسیوس نمیتونه به تیم کمک بکنه. شاید یکی از دلایلی که اینجا فران گارسیا قرار گرفت همین بود که وینی کمک به دفاع نمیکنه. آقای ژابی آلونسو همینجا بهت نقد وارده. فران گارسیا عملا چه نکته مثبتی توی تیمت داشته تا امروز؟ بازیکن اوکیه. ببین وقتی یک بازیکن یه حد استانداردی وسطی رو داره ما دیگه خیلی توقع نداریم که مثلا آقای فران گارسیا یکم افت کنه، خب خیلی دیده میشه، یکم بره بالا خیلی دیده نمیشه. یعنی یه بازیکن وسطیه که خیلی بالا پایین نداره ولی اون وسطه واقعا وسط، یعنی بالا نیست که ما بگیم مثلا در استاندارد رئال اگه بگیم 100 باشه مثلا فران گارسیا 80 و گاهی میشه 90 گاهی میشه 70. عملا فران گارسیا 50 یا 60 در مواقع میشه 65 70 در مواقع میشه مثلا 55 50. حالا خیلی شاید کمتر از این نشه خیلی بالاتر از این نره. ما اثرگذاری زیادی ندیدیم تو دفاع، یه خورده سعی میکنه چغر باشه، رفت و برگشته خوبی داره، خیلی با جون و دل میدوه در خدمت تیمه ولی عملا اثر بخشی نداره و شاید گزینه‌های دیگه، شاید خود وینیسیوس اینجا میتونست اثر بخشتر باشه. چرا؟ چون که ما قرار بوده که این بازی رو برنده باشیم. چرا؟ چون که بارسلونای آقای هانسی فلیک بیخ گوش رئال نشسته، اونا بازی رو بردن، اونا یک روز زودتر از ما بازی داشتن، 4 تا گل زدن به بیلبائو، 4-0 بازی رو برنده شدن. ما چرا باید با این ترکیبی که نیم نگاهی به دفاع داره بریم جلو؟ ما اصلا نباید توپ و میدون رو در اختیار الچه قرار بدیم. الچه که از لیگ 2 لالیگا اومده بالا و عملا میبینیم که مالکیت، بذارید من اینجا بیارم، 48% مالکیت توپ و میدون رو داشته و 15 تا شوت زده، 6 تا شوت در چارچوب داشته برای رئال روبروی رئال و 2 تاشو گل کرد و ما گلا رو از کسایی خوردیم که از آکادمی خودمون اومده بودن. حتی رودریگز توی تیم اصلی ما بازی کرد. دیگه آدم نمیدونه اینجا چی بگه. جلوتر هم بازی شلم شوروای دیگه که حالا باز رودریگو، آقای ژابی آلونسو در آقای رودریگو که من واقعا بهش علاقه‌مندم که اگر روزای خوبش باشه، اگر واقعا تمرکز داشته باشه میتونه بازیکن خیلی با کیفیتی باشه، ولی عملا در نزدیک به 30 بازی این آدم گل نزده. وینیسیوس هم همینطور نزدیک 10 بازی گل نزده و این افتضاحه. و شما رودریگو رو میذاری، رودریگویی که عملا تو تیم خودش تو تیم ملی برزیل هم نقش
پررنگی ایفا نمیکنه. اومدی رودریگو رو گذاشتی. چرا شما از کسی به نام فران گونزالز استفاده نمی‌کنی؟ چرا این آدمی که توی تیم ملی اسپانیا جوانانش درخشیده چرا فرصت بیشتری نمیدی؟ اگه قراره اینا رو بازی بده که عملاً قبلا تستشون کردید افتضاحاً، چرا به اندریک فرصت نمیدی؟ احتمالاً مشکل داری باهاش، چون اندریک مثبت، من میبینم پوزیتیو، همیشه صحبتای مثبتیه، ولی چه دلیلی میتونی داشته باشی که اندریک رو بازی نمیدی؟ 2 هفته با یه سری از اینا تمرین داشتی و عملا هیچی به هیچی. آقای دنی سبایوس اینجا 7-3 گرفته نمره، ولی عملا دنی سبایوس روزای خوبش نبود، چون دنی سبایوس هم متاسفانه از زمانی که از آرسنال اومده نقش پررنگی نداشته. یه مشکل اساسی که دیگه اینجا من میبینم وجود داشت تو بازی افتضاح دیشب دیدیم اینه که بازیکن‌ها همدیگه رو پیدا نمی‌کنن. شما چند تا توپ رو دیدی که پاس دادن نرسید، اصلا بازیکن داشت یه ور دیگه میرفت، این فکر کرد اون ور میره اون ور مینداخت. بلینگام چند تا لو داد، امباپه چند تا لو داد. حالا بگذاریم از اینکه 2 تا موقعیت هر کدوم اینا داشتن میتونستن به گل برسن، شاید روند بازی شکلش جور دیگه ای میشد که خب نشد. بالاخره فوتبال همینه، شما باید موقعیت‌های زیادی خلق کنی که بتونی گل‌های بیشتری بزنی دیگه. اگر ما جلوی بارسا اگه 2 تا زدیم، 26 تا اگه اشتباه نکنم ما 26 تا یا 24 تا شوت به سمت دروازه‌شون داشتیم، در صورتی که اجازه بده من اینجا نگاه کنم دقیقاً ما توی این بازی آره دیگه 20 تا شوت به سمت چارچوب داشتیم، یعنی از بازی با بارسلونا کمتر در واقع داشتیم، بازی که مالکیت توپ با اونا بود. اینجا مالکیت توپ هم تقریبا 50-50 بود و ما هیچی نداشتیم. الچه خیلی تمیز بازی کرد، الچه واقعا تمیز بازی کرد، توپ و میدون رو در اختیارش گرفت، بازیکناش انفرادی خوب بودن. ما 1-1 ساده رو نمیتونیم رد کنیم. عملا دیگه آقای وینیسیوس که اصلا دیگه از نظر من فوتبالیست نیست، فقط دنبال اخبار و حاشیه است و هیچی از فوتبال به نظر من نه میدونست نه میخواد بدونه. یعنی فقط در یک بازه زمانی به دلیل اینکه ما یک تیمی داشتیم که ساعتها روزها در کنار همدیگه بازی کردن تونستن از وینیسیوس هم بازی خوبی بگیرن، وگرنه این مشکل تاکتیکی که شما داری، این چیدمانی که هر بازی یک مدل جدیدی میچینی رو آقای آنجلوتی هم فصل قبل داشت. همین معضل که ما الان بازیکن همدیگه رو پیدا نمی‌کنن. تو دائم داری بازیکن عوض می‌کنی، دائم داری عجیب غریب ترکیب می‌چینی. فران گارسیایی که دفاع میبری میذاری اون نوک، نمیدونم آرنولد با بذاری عقب میذاری اون جلو، نمیدونم اصلا عجیب غریبی. باز هم با این ترکیب باید بگم که ما جلو الچه بازی می‌کردیم، الچه‌ای که عملاً خب بالاخره تیم 11ام جدول بود و تیم میانه روی اتفاقی که جلوی بارسلونا ما رقم میزنیم، جلوی منسیتی، جلوی پاریس سن ژرمن یا لیورپول یا تیم‌های قوی بزرگ دنیا میتونیم رقم بزنیم و میگیم آخه احتیاج داریم مثلا به هافک میانی، به یک توپ پخش کنه احتیاج داریم. آیا ما واقعا جلوی الچه به همچین چیزی نیاز داشتیم و داریم؟ جلوی تیم‌های ضعیف‌تر داریم، جلوی مایورکا داریم؟ نداریم. ما بهونه‌مون باید چیز دیگه‌ای باشه، ما ساختار ترکیبیمون اشکال داره، ما نمیتونیم درست از بازیکنمون بازی بگیریم، وگرنه کیلیان امباپه همون کیلیان امباپه پاریس سن ژرمن، بالاخره ما ستاره اصلی تیم ماست، ولی میبینیم که عملا خیر نتیجه خاصی نمیتونیم بگیریم و این بازی های ما سینوسیه و معمولا 1-2 تا بازی بد داریم، 1-2 تا بازی متوسط داریم، یه بازی خوب داریم، دلمون خوش میشه از بازی مقابل بارسلونا، میگیم عجب تیم با کیفیت شده، عجب تیم یه دستی شده، چقدر خلق موقعیت میکنن، چقدر خوب هم دیگه رو پیدا میکنن. ولی رفته رفته میبینیم که دوباره جلوی تیمای ضعیف‌تر هم مشکلی که پارسال با آقای آنجلوتی هم داشتیم همین بود و ما جلوی تیمای ضعیف نمیتونیم اینا رو بشکافیم، باز کنیم و موقعیت سازی کنیم و همین میشه اتفاقی که دیشب افتاد. بازیکن‌ها هم همینطور. من احساس میکنم که بازیکن‌ها مثلا آردا گولر دیشب آردا گولر خوبی نبود، شاید خسته بود از فیفا دی اومده بود، کاررا گیج میزد، واقعا کاررایی که میتونست توپو به خوبی برسونه به دست مهاجمین کارهای خوبی نبود. بازم میگم شاید ایراد از اینه که ما ترکیبمون هر بازی داره تغییر میکنه. درسته ما یه سری آدم داریم که مصدوم شدن و نیستن، مثل شوامنی، مثل میلیتائو که واقعا تاثیرگذار بودن تو این بازی، ولی بازی‌های آخر ما با همینا بازی کردیم. ما جلوی لیورپول باختیم، جلوی
مایورکا به تساوی رسیدیم و بازی خوبی هم انجام ندادیم. یه وقتی ما بازی خوبی انجام میدیم میگیم خیلی خوب بازی خوب بود، روزمون نبود و نتیجه نگرفتیم، ولی واقعا ما بازی خوبی هم انجام ندادیم و من نیمه اول که اصلا حالم داشت به هم میخوره، نیمه دوم که اوایلش یه خورده دلم خوش شد، گفتم آها الان به خودشون اومدن و قراره که نتیجه بگیریم. و تعویضای دیر هنگام الان شما نگاه بکن، کاماوینگا اثر مثبتی داشت نسبتا، ولی تازه دقیقه 60 حدود 60 و اومد 3 تا تعویض کرد. دقیقه 57 والورده رو آورده که به نظرم والورده روز خوبش نبود، 2 تا سوتی داد. کاماوینگا بازیکن بهتری بود، با کیفیت‌تر بود، شاید از ابتدا میتونست جای دنی سبایوس رو میگرفت و وینیسیوس هم شاید میگم اگر از نیمه اول بود از نظر روانی بار ذهنیش بهتر بود، میتونست موثرتر باشه شاید. همچنان که من اعتقاد دارم وینیسیوس یک مهره سوخته و اضافی داخل تیم رئال مادرید، حواسا رو پرت میکنه، جایگاهی میخواد، جایگاه بالا میخواد، ولی در حد و اندازه جایگاهش نیست و این باعث میشه که تیم رئال مادرید هم بی ارزش بشه. بالاخره همه دارن نگاه میکنن که تیم رئال مادرید داره تلاش میکنه که نتیجه بگیره، ولی عنصری مثل آقای وینیسیوس میاد کار رو خراب میکنه. گفتم گارسیا میتونست در واقع نتیجه بگیره و باز اینجا برایم دیاز به نظر من تو دقیقه 88 برایم دیاز آوردیم. از دیشب که فوتبال می‌دیدیم مثلا نفهمیدیم برایم دیاز کی اومد داخل زمین، ولی به نظرم که برایم دیاز میتونی بیشتر از برایم دیاز بازی بگیری، میتونی بیشتر جای رودریگو حداقل قرارش بدی، میتونی بیشتر جای ماستانتونو قرارش بدی. به نظر من تا اینجای کار وینگرای راست ما عملا خوب نبودن، مگر در مواقعی که برایم دیاز بوده اون هم عالی نبوده. ولی به نظر من اگر این ستا رو بذاریم کنار هم دیگه، برایم دیاز، رودریگو و آقای ماستانتونو، به نظر من برایم دیاز هم حق سزاوار حضور در اون پست بیشتر، همین که تو به هر حال به رودریگو بیشتر فرصت دادی تا برایم دیاز و عملا من بارها دقت کردم که برایم دیاز هم یک به یکار راحت‌تر رد میشه، هم دقت پاسش بالاتره، هم شوت زنیش بهتره و عملا موثرتر بوده، گلم که میزنه حداقل بهتر از اینا بوده. خلاصه که این وضعیت ترکیبی بوده که تو چیدی. بریم ببینیم این ور وضعیت به چه شکله. شانس هم که 6 تا ما داشتیم دیگه، 6 تا بیگ چانس داشتیم که ماشاءالله به زور 2 تاشو زدیم. یه گلمون هم که حالا میگن خطا نیست ولی شبه خطا بود و جالب اکورت پسزای ما 440 تا بوده کلا، یعنی که سطح پاسکاری ما هم از میانگین پایین تر بوده. اصلا به طور کلی بازی هایی که قرار دروازه‌بانا بیشتر نقش داشته باشن و ستاره تیم بشن یعنی بعد دیگه، این اصلا اتفاق خوبی نیستش. ما در هر دو نیمه عالی نبودیم، بد بودیم، خوبم نبودیم. در هر دو نیمه تقریبا میتونم بگم به استثنای مثلا در 15% از تایم بازی، بقیه بازی به نظرم اصلا تیم خوبی نبودیم. ما اگر بخوایم تو بازی‌های بعدی نتیجه بگیریم، آقای ژابی آلونسو اولین کاری که باید بکنه اینه که رخکنشو مدیریت بکنه و دوم اینه که بازیکن‌ها رو بهتر ازشون بازی بگیره، سیستم و تاکتیک درستری بچینه و اجازه بده که یه مدتی تاکتیکی کار بکنه که بازیکن‌ها همدیگه رو پیدا کنن. تا زمانی که یهو مثلا ارتباط بین آردا گولر و مثلا امباپه خوب میشه، تو جابجا می‌کنی اینا رو، آردا گولر رو میذاری عقب‌تر و اصلا به هم میریزی سیستم بازی رو و این فرصت‌هایی که میتونستن این امروز دیشب یعنی خلق بکنن رو کاملا نابود کردیم. اما بریم راجع به مدیریت محترم آقای پرز صحبت بکنیم و دار و دستش که این روزها تمام فکر و ذکرشون مباحث اقتصادی، داوری و بارسلونا، یه بخشش هم حالا یوفا هم در نظر بگیم، تمام فکر و ذکرش اینا هستش. اوکی، هر باشگاه احتیاج داره که درآمد داشته باشه، ولی طبق تحقیقاتی که من کردم تا الان اون سیستمی که حالا NFL میاد ورزشگاهتو میکنی برای راگبی اون وقت کنسرت برگزار میکنی، اینا خوبه اوکی، ولی بیشتر از 20% تمام درآمد باشگاه نیست. بله تو 20% الان از خیلی از باشگاه‌ها بیشتر درآمد داری، اوکی، این اصلا وظیفه باشگاهی که اقتصادش رو بتونه مدیریت بکنه و ما ثابت کردیم که از نظر اقتصادی باشگاه خوبی هستیم، تو مسیر درستی داریم میریم، باشگاه متمولی هستیم.
ولی 80% 70% حداقل ما درآمدمون از خود فوتبال بازی‌هایی که چه این تیم و چه تمامی تیم‌های باشگاه دارن انجام میدن به دست میاریم، از اسپانسرایی که برای این تیم‌ها قدم گذاشتن. و ما چه کار داریم میکنیم برای این تیم؟ چرا ما خریدهایی انجام نمیدیم که بتونه موثرتر واقع بشه در زمانی که پول داریم؟ پس کی قراره که این پولا هزینه بشه و ما یه فصل گفتیم خیلی خوب ما کریم بنزما رو داریم، یه فصل گفتیم خیلی خوب ما تونی کروس رو داریم، یه فصل گفتیم آقا لوکا مودریچ رو داریم، الان کیو داریم؟ الان آیا امباپه یا بلینگام یا وینیسیوس جونیور آیا در اون استانداردی هستن که اونا بودند در زمانی که کریم بنزما یه تنه تیمو جمع میکرد، رونالدو یه تنه تیمو جمع میکرد؟ الان چی؟ الان متاسفانه ما چند تا بازیکن احتیاج داریم، چه در خطوط دفاعی، میانه دفاعمون داغونه، سمت راست دفاعمون فلجه، میانه میدان ما وینگرهای درستی نداریم، تو پخش کنهای درستی نداریم. ما یک تونی کروس میخوایم، ما یک ویتینیا میخوایم، یک کسی میخوایم بتونه که این تیم رو مدیریت بکنه، در زمان بحران بتونه تصمیمات درست بگیره و نقش خوبی داشته باشه. مدیر محترم تا کی میخوای به وینیسیوس باج بدی؟ من نمیدونم فیلم داره ازت، چی داره ازت که انقدر بهش بها میدی که آقای وینیسیوس همیشه باید تو ترکیب باشه، آقای وینیسیوس هر کار اشتباهی میکنه باید باشه، آقای وینیسیوس سرشو میندازه میره تو رخکه، آقای وینیسیوس به مربیش توهین میکنه، آقای وینیسیوس به بازیکن توهین میکنه، آقای وینیسیوس به هوادار توهین میکنه، به تماشاچی خودی و غیر خودی پرخاش میکنه، دائم تو بازی داره غر میزنه. 5 دقیقه نبود تو بازی اومده و دیشب خودش انداخت زمین، تو هیچ اتفاقی هم نیفتاد. تو کی میخوای این کارو ادامه بدی؟ مگه ما داریم در مورد یه تیم محلاتی صحبت میکنیم؟ ما داریم در مورد رئال مادریدی صحبت میکنیم که 15 بار چمپیونز لیگ رو گرفته، ستاره های بزرگی داره و داشته. آیا تو میخوای این مسیر رو ادامه بدی؟ اگه میخوای این مسیر رو ادامه بدی که مطمئنم این مسیر رو میخوای ادامه بدی، آقای پرز باید یه فکری بکنی برای آقای وینیسیوس. باید بره. تو زمانی که این فرصت داشتی که این بازیکن رو به خوبی بفروشی، الان میخوای تمدید قرارداد بکنی، یه پولی ارزش بیشتری داشته باشه که ارزشش حداقل نیفته، بتونی خوب بفروشی. الان دیگه دیره، رد کن بره. هر چقدر توان داری، اگر شما وینیسیوس رو برداری بتونی یه کسی مثل هالند رو بخری بیاری بذاری نوک و امباپه برگرده سر جای خودش، به تو قول میدم یک تیم درجه یک ویتینیایی بتونی بگیری، یه دفاعی جمع بکن، این تیم برمیگره به تیم دوران رونالدو و گرت بیل و بنزما داشتش، تونی کروس بود، مارسلو بود و اون تیم عجیب و غریب مثلث بی بی سی. اگر میخوای به همین ترفند، به این روش‌ها و ترفندها در واقع متکی باشی، عملا هیچ نتیجه‌ای نخواهی گرفت. من به تو قول میدم که به زودی زود رئال مادرید پاشیده میشه و ما شاهد یک تیم افتضاح دیگه خواهیم بود و امسال هم بدون دستاورد خواهیم بود. امسال احتمال اینکه چمپیونز لیگ بگیریم بسیار پایینه، احتمال اینکه لالیگا بگیریم با این وضعیت بسیار بسیار پایینه. امیدمون به لالیگا بود و ما چند امتیاز رو به راحتی از دست دادیم. ما در 2 بازی آخرمون 4 امتیاز مفت و مسلم از دست دادیم که میتونستیم همین الان با 6 امتیاز بالاتر از بارسلونا باشیم و خیالمون راحت با فاصله از اتلتیکو مادرید باشیم. الان اینا همشون اتلتیکو مادرید، ویارئال، بارسلونا همه بیخ گوشه رئال مادرید نشستن و به راحتی ما با 2 تا سوتی دیگه عملا لالیگا رو از دست میدیم. این تیمی که من دارم میبینم تیمی نیستش که بتونه مثل تیم 2022 اینا بیان دوباره به پا خیزن و کامبک بزنن این داستان. این تیم اون تیم نیستش. باید فکری کرد به جای مباحث حاشیه‌ای یکم هم به فکر تیمت، تغذیه تیمت باش که این اتفاق برامون نیفته. بازی بعدی ما جلوی اولمپیاکوسی که در واقع تو لیگ یونان صدر جدول با مهدی طارمی داره حسابی قوقا به پا میکنه و حسابی داره مهدی طارمی اونجا در واقع هر موقع که بهش فرصت دارن میدن عملکردش خوبه، گل میزنه و این تیم آماده ایه و به نظرم حداقل از تیم الچه تیم توانمندتریه و اگه ما بخوایم همین بازی ها رو تکرار بکنیم، بازی مقابل لیورپول، مایورکا و الچه رو تکرار بکنیم، نتیجه نمیگیریم. به نظر من اگر رئال مادرید همین الان میخواد موفق باشه، باید یک ساختار درست و یک ترکیب درست چیدمان کنه. مدتی با همین ترکیبی که به نظر من اون ترکیبی که جلوی بارسلونا داشت بازی میکرد ترکیب درستی بود، اون سیستم درستی بود. درسته که تو هر بازی نباید همون سیستم رو چیدمان کنیم، ولی اون رویه رو اگه شما با اون بازیکن‌ها بگیری، این بازیکن‌ها راحت‌تر همدیگه رو پیدا میکنن و مدیریت هم باید به فکر فصل بعد باشه. زمستون میاد، حتما چند وقت دیگه بتونه چند تا بازیکن خرید بکنه و یکم تیمو تقویت کنه. نگران اینم نباشه، ما هنوز فرصت داریم که
تو چمپیونز لیگ به مقام قهرمانی برسیم و 16مین چمپمون رو بگیریم و توی لالیگا و جام حذفی هم بتونیم نتیجه بگیریم. خیلی دور نیست. آقای ژابی آلونسو اشتباهاتی داره ولی مربی به نظر من مربی خوبی هست. حداقل یک سری چیزها از زیدان داره، از آنجلوتی داره، از مورینیو داره، از پپ گواردیولا داره که اینا رو اگر بتونه منیج کنه و بهش فرصت بده که آقا روبرو نکنی با بازیکنایی که واقعا ارزش ندارن مثل وینیسیوس و اجازه بده کارشو بکنه، من فکر میکنم بتونه نتیجه بهتری بگیره و مشاوره های اگه بهتری هم بهش بشه و یک ترکیب درست اصولی رو ادامه بده. به نظر من رئال مادرید فرصت این رو داره که بیاد و قهرمان بشه، هر سه تا جام حداقل بگیره. ویدیو بعدی اون ویدیو در واقع پیشبازی رئال مادرید اولمپیاکوس خواهد بود. مرسی که توجه کردید. ویدیوهای اول من توی کانال یوتیوبیم و امیدوارم که توپقای منو ببخشید، اشتباهات من رو ببخشید و اجازه بدید که پیج رشد کنه، کانال رشد کنه و قطعا من هم در این مسیر رشد خواهم کرد. همراهی کنید، فالو کنید، سابسکرایب کنید و با من همراه باشید.